پمیدور فیض‌آباد سر آب سر چیه؟ سر غذا. اینه پمیدور ما. وازی. پمیدور فیض‌آباد. رحمت برای محنتو. خبردار کمی. چیه؟ برای جناب عالی اکی ما رو به می صحت کرد و رسول جناب عالی محترم یک زمین فورم میکنیم که سه حاصل بگیریم. نسبت به اویله سالم و جامعه رشد کرده، معرفت اویله‌داری، مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت کودک، آماده کردن آنها به حیات مستقلانه، تحمل پذیری در روزگار یکجایه، مقدس دانستن مفهوم اویله، پیشگیری جداشوی اویله‌های جوان، نمونه عبرت دانستن روزگار اویله‌های سابقه‌دار و دیگر موضوعهای مربوط به حیات انسان مورد بررسی قرار گرفت. طور ذکر گردید پایداری و استواری اویله‌ها را پیش از همه محبت صمیمی تشکیل می‌دهد. محض همین عامل همدیگر فهمی می‌تواند در سالمی جامعه و جریان حیات مشترک محض شرایط خوب اویلوی می‌تواند در تربیت فرزند سالم نقش مؤثر گذارد.